در سال 2016 بیش از 1000 منصبدار برای ارائه آمار بر دروغ مجازات شدند. در این باره روز 26 ینور در نشست مطبوعاتی در دوشنبه مسئولان آژانسی آمار تاجیکستان خبر دادند. با گفته آنها برای پیشنهاد آمار دروغ این گروه منصبداران جریمه شدند. سال 2016 طبق نقشه کارهای مجموعی از جانب مقامات اموری محلی 1765 سنجش اعتمادناکی معلومات های اموری گذرانیده شد و در نتیجه نسبت 1006 نفر شخصان مسئول کارخانه و مؤسسه ها به مبلغ عمومی 279,004 سومانی جریمه بسته شد و پرونده های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شدند. جریمه مأموری تعیین کرده شد. ولی با ذکر این مطلب گلنار حسن از بردن اسم نهاد یا مقامدار مشخص خودداری کرد. با گفته بعضی کارشناسان سبب نادرست دادن آمار رسمی از طرف مقامات سطح پایانی نظررس و بهتر نشان دادن فعالیت خود از دیگران است که در کشورهای آسیای میانه از زمان اتحاد شوروی به میراث مانده است. یک سبب دیگر نادرست دادن آمارها را در نمایش کاغذی یا رسمی اجرای نقشه در سطح بلند حکومتی گذاشته شده می‌دانند. البته بر دروغ بودن معلومات آماری این عاقبت‌های برای جامعه هم برای دولت هم ناخوب هم دارد، چون نقشه های دورنماس یا استراتژی هر دولت هر حکومت بر معلومات های آماری تکیه میکند. از روی معلومات های آماری نقشه های نوبت کشته میشوند. بنابراین راه یافتن معلومات های دروغ این اگر برای چند وقت این یا آن مقام را پیشرفته وانماید هم، لیکن در عموم در نهایت کار بر ضرر دولت و ملت است. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.